درود بر شما دوستان عزیزم. به روز 4 از شکرگزاری خوش اومدید. من سوسن هستم، سوسن نصیری. خوشحال میشم قبل از اینکه بریم بپردازیم به شکرگزاری چنل منو سابسکرایب کنید. اگر خوشتون اومد لایک کنید و برای دوستانتون بفرستید، چون اگر کمک کنید این ویدیو بیشتر دیده بشه قطعاً انرژی مثبتش به خود شما عزیزان برمیگرده. بریم به روز 4 شکرگزاری بپردازیم. تندرستی خارق‌العاده. تندرستی بزرگترین ثروت است. تندرستی نفیس‌ترین نعمت در زندگی است و باید بیش از هر چیز دیگری قدر سلامت خود را بدانیم. بیشتر ما مردم تنها موقعی به فکر تندرستیمان میافتیم که آن را از دست داده ایم. سپس پی میبریم که بدون تندرستی هیچ چیزی نداریم. ضرب المثل ایتالیایی حقیقت تندرستی را اینگونه بیان می کند: کسی که از نعمت تندرستی برخوردار است ثروتمند است، حتی اگر این را نداند. در ایام تندرستی به ندرت به سلامت خود توجه می کنیم. زمانی که به بیماری ساده مثل سرماخوردگی یا آنفولانزا مبتلا می شوی یا وقتی کسالتی داری و بستری هستی به حقیقت این جمله پی می بری. تنها چیزی که دلت می‌خواهد این است که هر چه زودتر حالت خوب شود و هیچ چیز به جز بازگشت سلامتی برایت مهم نیست. تندرستی موهبت زندگی است، نعمتی است که تو دریافت می‌کنی و این دریافت هر روز از خداوند هم ادامه داره. یعنی اگر قدر تندرستی رو ما بدونیم و شاکر باشیم قبل از اینکه بیمار بشیم، قبل از اینکه سلامتیمون به خطر بیفته، این تندرستی تداوم پیدا میکنه. حالا ببینیم چی میگه. علاوه بر این که ما هر کاری برای تندرستیمان انجام میدهیم باید خدا را از بابت آن شکر کنیم تا دریافت تندرستی ادامه دار باشد. یادت باشد هر کس شاکر باشد به او بیشتر داده می شود و او به وفور می رسد. کسی که شاکر نباشد حتی آنچه هم دارد از او پس گرفته می شود. شاید افرادی را بشناسی که شیوه زندگی سالمی را انتخاب کردند و با این حال سلامتیشان را از دست دادند. شکرگزاری در ازای سلامتی که دریافت می کنی حیاتی است. وقتی بابت سلامتیت شاکر باشی نه تنها سلامتی فعلی تو محفوظ میماند، اعجاز شکرگزاری هم دست به کار می شود و جریان سلامتی را به سمت تو افزایش می دهد. تو نیز فوری متوجه می شوی که کیفیت سلامتت بهبود یافته. دردهای جزئی مثل خال گوشتی، جای زخم، بریدگی به گونه‌ای معجزه‌آسا محو می شود و تو متوجه می شوی که انرژی، نشاط و شادیت به طور قابل ملاحظه‌ای افزایش می‌یابد. اعجاز شکرگزاری همینه. امتحانش کنید. همطور که در تمرین بعدی یاد می‌گیری، با تمرین روزانه شکرگزاری برای سلامتی می‌توانی به وضعیت بینایی، شنوایی، تمام حواس و کلاً تمام عملکردهای سرتاسر بدنت بهبود ببخشی و همه اینها همچون معجزه رخ می‌دهد. شکرگزاری یعنی واکسن، پادزهر و ضد عفونی کننده. به هر میزان که تو بابت سلامتیت شکرگزار باشی به همان اندازه سلامتی تو به گونه معجزه‌آسا زیاد می شود و به هر میزان که شکر نکنی دقیقاً به همان اندازه سلامتیت افت می کند. زندگی با افت سلامتی یعنی تضعیف انرژی، شور و نشاط، سیستم ایمنی، شفافیت ذهنی و هر عملکرد جسمانی و ذهنیت. همه اینا به خطر میافته. پس صبح بیدار شو، ورزش کن، غذای سالم بخور و شکرگزار باش. هر چی که لازمه برای سلامتیت انجام بدی بده، در کنارش خالقت رو هم شکر کن. شکرگزاری بابت تندرستی تضمینی است برای تداوم دریافت سلامت بیشتر که از این بابت هم باید شاکر باشی و در ضمن تنش و فشار جسم و ذهن را هم از بین میبرد. پژوهش‌های علمی حاکی از این است که
تنش و فشار روانی منشأ بسیاری از بیماری هاست. تحقیقات نشان داده است افرادی که شکرگزاری می‌کنند زودتر شفا می‌یابند و به احتمال زیاد 7 سال بیشتر عمر می‌کنند. اصلا من بهتون بگم زمانی که شکرگزاری می‌کنید سطح فرکانستون بالاتر میره، بیمار نمیشید. شاید عجیب باشه، بیماری کلاً از زندگیت فرار میکنه، چون سطح ارتعاشت رو بردی بالا. جایی هستی که بیماری اونجا نیست. همین حالا با توجه به وضعیت تندرستیت میتوانی بفهمی که تا چه حد شاکر هستی. تو هر روز باید حال و هوای شگفت‌انگیز داشته باشی. اگر احساس سنگینی میکنی، زندگی حاکم چالشی را برایت دارد، زندگی حکم چالشی برات داره. یا اگه احساس نمی کنی که جوانتر از سن و سالت هستی، دچار افت سلامت شده ای. دیدی یه وقتایی یه جایی میری بهت میگن شکسته شدی، چرا به این روز افتادی؟ این نشونه های همون ناشکریه. و برعکسش هم هست. خیلی از آدما مثلا 40 سالشونه، حتی با فرزندش اگر توی جامعه دیده بشه، کسی باور نمیکنه این فرزندته، واقعا چقدر جوان موندی، چقدر خوب موندی. اینه معجزه شکرگزاری. یکی از عوامل عمده از دست دادن شور و نشاط در زندگیه. کسایی که ناشکری میکنن شور و نشاط زندگیشون رو از دست میدن. به ظاهر در وفور نعمتن، میگه من ماشین آنچنانی سوارم، خونه آنچنانی دارم، یخچالم پر از خوراکی های عالی و بی‌نظیره، اما نمیدونم چرا حالم خوب نیست. دقیقاً برمیگرده به همین قضیه. به هر حال همه اینها تغییر میکند، چون تو برای سلامت جسمانیت از قدرت معجزه‌آسای شکرگزاری استفاده خواهی کرد. تمرین معجزه‌آسای تندرستی با خواندن بندهای بعدی در مورد سلامت جسمانی شروع می شود. بعد از خواندن هر خط مشخص شده برای بخش به خصوصی از بدن چشماتو ببند و به صورت ذهنی مطلب آن خط را تکرار کن. صدای آسانسور همسایه نذاشت من درست این قسمت رو فهم کنم. یک دور دیگه براتون میخونم. تمرین معجزه‌آسای تندرستی با خواندن بندهای بعدی در مورد سلامت جسمانی شروع می شود. بعد از خواندن هر خط مشخص شده برای بخش به خصوصی از بدنت، چشمانت را ببند و به صورت ذهنی مطلب آن خط را تکرار کن و تا جایی که می توانی برای همان بخش از جسمت خدا را شکر کن. گرفتی چی شد؟ یادت باشد وقتی در مورد دلیل شاکر بودنت فکر کنی به تو کمک می شود عمیق‌تر حال و هوای شکرگزاری را احساس کنی. هر قدر آن را عمیق‌تر حس کنی، احساس تو سرعت می گیرد. نتایج شگفت انگیز را در جسم خود به چشم می بینی و آن را احساس می کنی. حالا به پاهایت توجه کن. آنها اصلی ترین وسیله حمل تو در زندگیت هستند. در مورد تمام کارهایی فکر کن که با استفاده از پاهایت انجام می دهی، مانند حفظ تعادل، ایستادن، نشستن، ورزش کردن، بالا رفتن از پله‌ها، رانندگی و از همه مهمتر ایجاز پیاده روی. پاهایت راه رفتن در خانه را برایت امکان پذیر می کند. تو می توانی به دستشویی بروی، برای نوشیدن آب به آشپزخانه بروی یا به سمت اتومبیل خودت بروی. پاهایت امکان راه رفتن به فروشگاه، خیابان، فرودگاه، کنار دریا را برایت فراهم می کند. یک لحظه فکر کن اگر از نعمت بی‌نظیر پا بی بهره بودی چه اتفاقی می افتاد؟ چقدر زندگی کردن برات مختل بود. توانایی راه رفتن به تو آزادی می دهد تا از زندگی لذت ببری. همین حالا بگو خدایا تو را شکر می کنم که پا دارم،
و واقعا هم شکر کن. دستانت را در نظر بیاور که در طول روز چند بار چند چیز را با آنها بلند می‌کنی و در دست می‌گیری. دستهای تو ابزار عمده زندگیت هستند. در طول روز بیوقفه مورد استفاده قرار می‌گیرد. دستهایت باعث می‌شود بنویسی، غذا بخوری، از کامپیوتر و تلفن استفاده کنی. به خودت بگو به خاطر دستانم خدای ازت سپاسگزارم. با همین دستا میتونی تو حموم خودتو بشوری، لباس بپوشی، از توالت و دستشویی استفاده کنی، خودتو آرایش کنی، اشیا رو برداری و در دست بگیری و هر کاری برای خودت انجام دهی. اگر دست نداشتی برای انجام کارهایت محتاج دیگران بودی، بگو خدایا ازت متشکرم. در مورد حواس شگفت‌انگیزت فکر کن. در طول روز موقع خوردن، نوشیدن، حس چشاییت چندین و چند بار به تو لذت فراوان می‌دهد. در ایام سرماخوردگی که حس چشاییت را از دست می‌دهی، لذت نوشیدن و خوردن از تو گرفته می‌شود. نمی‌توانی طعم غذا یا نوشیدنی را حس کنی، پس بگو خدایا بابت حس چشایی ازت متشکرم. حس بویایی به تو این امکان را می‌دهد که بوهای دلپذیر زندگی را به مشام بکشی. بوی گل‌ها، عطرها، ملافه‌های تر و تمیز، شام در حال پخت، سوختن هیزم در شب‌های زمستان، هوای تازه در روزهای تابستانی، بوی چمن هرس شده، بوی خاک بعد از باران. بگو خدایا بابت حس بویایی ازت متشکرم و واقعا خدا رو شکر کن. اگر تو حس لامسه نداشتی نمیتوانستی سرما را از گرما، نرمی را از سفتی و صافی را از زبری تشخیص دهی. هرگز نمیتوانستی اشیا را حس کنی یا به طور فیزیکی عشق خود را ابراز یا دریافت کنی. حس لامسه امکان میدهد که عزیزان خود را در آغوش بکشی. احساس لمس به تو حس ارزشمندی میده، مخصوصا وقتی دست یک فردی که دوستش داری رو لمس میکنی. پس بگو خدایا به خاطر حس لامسه‌ای که به من دادی ازت متشکرم. درباره معجزه چشمانت فکر کن. باعث می شود صورت عزیزان و دوستانت را ببینی. کتاب و روزنامه و ایمیل بخوانی، تلویزیون تماشا کنی، زیبایی طبیعت، از همه مهمتر مسیر زندگیت را ببینی. صرفاً به مدت 1 ساعت از چشم‌بند استفاده کن. سعی کن کارهایی را بکنی که به طور عادی انجام می‌دهی. بدین ترتیب قدر چشم‌هایت را خواهی دانست. بگو خدایا بابت چشمانم ازت متشکرم. گوش‌هایت را در نظر بیاور که با آنها می‌توانی صدای خودت را، دیگران را بشنوی و در نتیجه با مردم حرف بزنی. بدون گوش و حس شنوایی نمی‌توانستی از تلفن استفاده کنی، موسیقی بشنوی، به رادیو گوش کنی، صحبت‌های عزیزانت یا صداهای دور و برت را بشنوی. بگو خدایا بابت شنواییم ازت متشکرم. بدون مغز هم امکان نداشت بتوانی از حواس پنجگانت که بیش از 1,000,000 پیام را در ثانیه پردازش می‌کنند استفاده کنی. در واقع مغز توست که تو را قادر می‌سازد احساس و زندگی کنی. هیچ فناوری کامپیوتری در جهان نیست که بتواند از آن نسخه برداری کند. بگو خدایا بابت مغزی که بهم دادی ازت متشکرم. در مورد سلول‌های بیشمار بدنت که بیوقفه در 24 ساعت شبانه روز و 7 روز هفته برای سلامت جسم و زنده بودنت کار می‌کند فکر کن و بگو سلول‌ها ازت متشکرم. راجع به اندام‌های حافظ زندگیت که مدام در حال پالایش، پاکسازی، احیای همه چیز در جسمت هستند فکر کن. در نظر بیاور که آنها به طور خودکار بی آن که تو مجبور باشی در موردشان فکر کنی وظایف خود را انجام می‌دهند. بگو اندام‌ها
از شما بابت انجام وظیفه بی‌نقص از خدایم متشکرم. اما معجزه آساتر از تمام حواس، دستگاه، اندامها یا عملکرد آنها در جسم ما قلب است. قلب تو بر زندگی تک تک اندامهای بدنت نظارت دارد، چون قلب توست که حیات را در تک تک دستگاه‌های بدنت جاری می‌کند. بگو خدایا تو را بابت قلب قوی که به من دادی متشکرم. بعد یه ورق کاغذ یا کارت بردار و روی آن با حروف درشت و خوانا بنویس: موهبت تندرستی مرا زنده نگه داشته است. یه کاغذ بردار یا یه مقوا با یه خط خوشگل خودکار رنگی بنویس: موهبت تندرستی مرا زنده نگه داشته است. امروز آن کارت را همراه خودت داشته باش. آن را جایی بگذار که به طور مرتب آن را میبینی. اگر پشت میز کار هستی، درست آن را مقابل خودت بگذار. اگر راننده هستی، آن را در خودرو یا کامیون در جلوی خودت قرار بده. جایی بذار که تو دید باشه. اگر توی خونه هستی، پشت یخچالت بزن. امروز دست کم در 4 فرصت جداگانه وقتی چشمت به کلمات افتاد، آهسته آنها را بخوان. هر بار یک کلمه و بابت نعمت تندرستیت تا جایی که میتوانی حال و هوای شکرگزاری را احساس کن. شاکر بودن بابت تندرستی برای حفظ سلامت ضروری است. همچنین تضمینی است برای تداوم بهتر شدن. تو هم با انرژی و اشتیاق افزایش یافته برای زندگی. اگر شکرگزاری با مداوای پزشکی متداول ترکیب شود، ما ناظر دگرگونی بنیادی سلامت و میزان بهبود و اعجازی خواهیم بود که هرگز در عمر خودمون ندیدیم. اگر لازمه دکتر برو، اگر لازمه جراحی کن، اگر لازمه دارو استفاده کن، در کنارش شکرگزاری کن که معجزه بی‌نظیری داره. تو درمان به تو کمک میکنه. پس یه دور تمرینای معجزه آسای شکرگزاری رو تا روز 4 بررسی کنیم، ببینیم قراره چه کارهایی رو توی این 4 روز انجام بدیم. 1. مراحل اول تا 3 تمرین معجزه آسای شکرگزاری. شماره 1: نعمت‌های الهی تو در نظر بیار، تکرار کن، فهرستی از 10 موهبت که قرار بود انجام بدی بده و بابت تک تکشون خدا رو شکر کن. 2. روی یک ورق کاغذ یا کارت جمله زیرا بنویس: موهبت تندرستی مرا زنده نگه داشته. 3. ورق کاغذ یا کارت را با جمله نوشته شده بر روی آن را در جایی بگذار که در طول روز اغلب اوقات اونجا هستی. 4. دست کم در 4 فرصت آن جمله را خیلی آهسته بخوان و از بابت موهبت ارزشمند تندرستی تا جایی که میتوانی حال و هوای شکرگزاری را احساس کن. 5. امشب قبل از اینکه بخوابی یادداشت شکرگزاری یا همون سنگ سحرآمیز اونو در دستت بگیر. عبارت اجاز آفرین خدایا متشکرم را بابت بهترین اتفاقی که در طول روز برایت افتاد بر زبان بیاور. خدایا بابت حضور همه شما عزیزان که دارید این ویدیو رو تماشا میکنید متشکرم متشکرم متشکرم. سابسکرایب یادت نره، لایک، شیر. بدرود.